در تاریخ هوانوردی افغانستان چنین قراردادی قبلا به امضا نرسیده بود، نه از لحاظ کیفیت، نه از لحاظ معیاری بودن و نه هم از لحاظ مکمل کردن خدمات معیاری در تمام 4 میدان بین المللی افغانستان. بعد از خروج ناتو ما در 2 بخش 2 مشکل بزرگ داشتیم. یک مشکل تجهیزات. گفتم خدمتتان عرض کردم که اضافه تر از 70% تجهیزاتی که به راهنمایی طیارات استفاده میشد توسط ناتو و یک تعداد مردمای استفاده جو تخریب شد. بناهن اینی قرارداد است که بخیر او خلا را پر خواهد کرد. بخش دیگه کار ما متاسفانه بگیم که یک تعداد از افراد تکنیکی و مسلکی که در همون زمان به مصرف بودجه مردم افغانستان تربیت شده بودند، اونا توسط سازمان‌های همون وقت منحرف شدن و از کشور خارج ساخته شدن که امروز انشالله به رحمت خداوند متعال این قرارداد امضا خواهد کردیم و این قرارداد مسائل همین 2 موضوع عمده را به شکل معیاری حل خواهد کرد. هم انشالله افغانستان در آینده بسیار نزدیک صاحب یک پرسنل مجهز و مسلکی معیاری در کشورهای منطقه و در سطح منطقه خواهد بود و هم افغانستان از لحاظ تجهیزات راهنمایی طیارات مطابق به معیارهای ایکاو میدانهای مجهز خواهد داشت. دوامی قرارداد در حدود 10 سال در نظر گرفته شده. طبیعت یا نیچر قرارداد مشارکت عام است یا در انگلیسی PPP که میگه قراردادی است که منفعت هر دوی ما، هر دو کشور و هر دو کمپانی، یعنی وزارت ترانسپورت و هوانوردی و کمپانی گک در نظر گرفته شده.